خب سلام رفقا، چه خبرها؟ خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از اولین ویدیو از من، یعنی فرج پرایم. یه یوتیوبر جدید هستم و قراره واسهتون خیلی از بازی‌های خفن رو انجام بدم، به خصوص ماینکرافت. یعنی قراره توی حوزه ماینکرافت تخصص داشته باشیم. خب ببینید، اسم گذاشتم فرج پرایم چون همه منو فرج صدا میکنن یه جورایی، پس منو فرج میتونید صدا بکنین و نمیخوام حرف مفت زیاد بزنم واسهتون. پس مثل همه ویدیوی ماینکرافتی دیگه، ماینکرافت، اما هدفمون پیدا کردنه یه دونه زغال. حالا چرا میگم زغال؟ خب چون که راستش من الان با بدراکم و سیستمم دیگه خدا رحمتش کنه 5 روز پیش به فنا رفت. 5 روز دیگه یه سیستم جدید میرسه دستم، پس تا اون موقع فعلا ویدیو رو قرار توی بدراک بگیرم. خب پس پریود نیو حاجی، بدراک یه ذره واسه من سخته، خیلی وقت بدراک بازی نکردم. میزنم هدف اسپیس 2 نقطه زغال حل. حالا کریتو میزنیم و منتظر یه جوش بگم بخندین، بگم نگم. یه روز یه مرده میخواره به نرده برمیگرده. خب آقا، همیشه از این بدراک بعدم میومد که خیلی دیر لود میشه. یعنی آرزوی هر ماینکرافت پلیر اینه که یک بار از صفحه بره بیرون، بیا تو این صفحه لودینگ ماینکرافت واسش نیاد. خب آقا، اسکیر بندرم اینجا مشاهده مکنید. واجی پشمام چه بایومی هم اومدم، پشمان خودم ریخت. خب آقا، آماده این که بریم با هم دیگه یکم زغال پیدا بکنیم. لزه بو. خب آقا بگم، اگه بگم یادم رفته چی جوری باید بدراک بازی میکردم فوشم نمیدین. آقا چه اینجور میدوید؟ خب به خدا یادم رفته. حالا من چجوری باید نگه دارم؟ حاجی باید به کنترلر فکر کنم بازی کنم. اوکی، اول از همه چه حال و حوصله چوب کندن ندارم، از اینا میزنم. آقا به بزرگی خودتون ببخشید، من بلد نیستم بدراک. خیلی خوب آقا، مردی که خارانه من بلد نیستم. حاجی من با این دکمه حال نمی کنم، بذار دکمه رو عوض کنم. می اومدیم توی بخش کنترلر که نه، تاچ چینج کنترل مود، این نه. آره عشق کلاسیک پسند باشد. اینو بهتر بردم. حاجی یه موز کاکتوس به دردم نمیخوره، ولی خب کاکتوس بسم الله. خب آقا، بگی خرگوش. به خدا نمیتونم سریع این ور کنم سفر. یادش بخیر سیستم قدیمی چقدر خوب بود آقا. به حاجی روی کاکتوس برم دمیج میخورم، پشما. البته اینو همه میدونی. به هر حال برای شادی روح اون چرت و پرت چی بود اسمش، سیستم من، 1 دقیقه سکوت. خب نه 1 دقیقه زیاده، برش کن. خب به چوبمونم که دیگه جوره دیگه هم بیشتر چوب بزنیم. چوبی نداد. اینقدر بدم میومد میپریدم توی آب، نیم بلاک فاصله داشتم با آبری دمیج میخوردم. برو ماشاءالله. واجی من اگه بگم نمیدونم من دارم چه ورژنی بازی میکنم شاید پشماتون بریزه. این چه ورژنی من بازی میکنم به خدا غذا بده. خیش نام بیا چه غذایی بود، همیشه بیشتر. خب زبینم چوب 1 زدیم، 2 تا زدیم، 3 تا زدیم، 4 هم زدیم تا 4 نشه بازینش. خب من الان باید یه دونه اینا بزنم. چجور باید من برش شد؟ چه دارم زیاد اینا مثلا. یه دونه کرافتینگ تیبل، حل کرافتینگ تیبل چجور بزنم؟
آجی کلیک چپ و کلیک راست و این بدراک یکیه. گو خورم. ای من آخه مرتی که خر تو از کجا پیدا شد؟ گوزو چی در سبت کلان گیه مخوری برار سیکتیر بابا یاتیشی باستان پر میکنه. ببم زان ببام نمیره دیگه سگ مستر یه گولدن ای بابا هلمت هم نداد دهن سرویس. داده من رو هارد گذاشتن دیگه تایی نمیشه که همین اول بسپیدون الفرار. آقا بودو سیکتی گو خورم تا اینجا که دیگه نمیتونه موند بنده خدا بارم. واقعا من همین الان چوبشو دارم دیگه چی نیازی به چوب بیشتر دارم. یه همینجا واسهتون میزنم. خب آقا پیککس آقا برای ماینه یه دونه فقط از این تبر چیزا میخوام سنگی ها قار پیدا کنم دیگه حل چشاته ببم دام. آجی الان دارم با خودم فکر همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و هنوز حتی ادیتش هم نزدم دارم میگم خدایا چه چیزای خفنی چه ایده های خفنی میتونم تو این بازی اجرا کنم. جنگل بامبو آجی من هیچ وقت تا رو ندیده بودم که توی حالت نورمال یا ایزی اول بسم الله حتی شب نشده ماب بیاد سمتت. هاستایل ماب میگن بهش اصطلاحاً. ولی خب این اولین باره که من این چنین چیزی را دیدم ببم زمان. البته خب آره دیگه من خیلی هارد پلی نمیدم. پدر ما رو در آوردی. آقا یه قار بده ما. سفر خوب نمیتونم چپ و راست کنم. آخه گوشیمم لولش یه ذره واسه گیمینگ مناسب نیست بدبختانه. آقا دیجی کالای نامرو سیستم منو پیدا این بنده خدا ویدیو مخون حاجی. ولی الان اینجا خوراک اسکلتونه یه اسکلتون بیاد تیر بزنه بخور به نیزه. من گفتم نیزه چرا اون چی اسمش بامبو یادم میرسه شد. سنگ بابا سنگ حاجی پشمام 3 تا قد دارم غذا هم دارم ولی حال ندارم بخورم. ماشاءالله هندونه بنده بالا بیا نه یه دونه سنگ تکون نخور آقا تکون نخور میگم. 2 تا سنگ 3 تا سنگ 4 تا سنگ 5 تا سنگ 6 تا سنگ 7 تا سنگ 8 تا سنگ 9 تا سنگ و 10 تا سنگ. عدد مقدس 10. باجی که رفتین تیبلمو به چخ بدم. چرا من که رفتین تیبل رو نکندم اون زمان خدایا. خب آقا یه دونه از این پیکک سنگی ها یه شمشیرم بده ببریم دیگه مشتریش. شمشیر رو داد پیککس هم داد دیگه حل. آقا فقط من وای آجی داره شب میشه. وای آخ یاد شدم میرفت اینو بکنم دوباره گرفتار پشمام زغال. ای نعمت بزرگوار زغال. نام لایک و ساب یادت نره.